الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب و الائمة المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. بحث امروز و امشب ما که در واقع به عنوان پایان بخش بحث های مربوط به زردشت محسوب می شود، درباره سرنوشت جهان و سرانجام جهان از دیدگاه آیین زردشت. البته ما خیلی از امور رو به خاطر اینکه تصور نمی کردیم که واجد اهمیت بالایی باشه در این بحثا مطمع نظر قرار ندادیم، مثل عبادات، نماز خواندنها، گاهنبارها یا روزهای مقدس در آیین زردشت. اینها رو خیلی متعرضش نشدیم چون شاید نیازی هم نبود با 8 جلسه ما وارد اون مقوله هم بشویم. تلاش کردیم در این مدت اون چرا که از نظر اصولی بیشتر اهمیت پیدا میکنه متعرض اون قسمت ها بشویم. در آیین زردشت هم مثل بقیه آیین‌های الهی، شما جلسه قبل در این باره سخن گفتیم و عرض کردیم که بنابر منابع اسلامی زردشت رو پیغمبر میشناسیم و کتاب او رو هم کتاب آسمانی، اون کتابی که بر اون نازل شده است، البته او رو کتاب آسمانی میدانیم. منتها کتاب زردشت هم گرفتار همون سرنوشتی شد که بعد از او تورات و انجیل شد، همون داستان رو پیدا کرد دیگه. یعنی او کتاب به صورت دست نخوردهش الان باقی نمانده. برای دوستانی که این جلسه تشریف آوردند و برای اولین بار زیارتشون میکنیم، این مطلب رو تکرار میکنیم چون تکرار واجبی است که در اوستایی که فعلا منسوب به حضرت زردشت بنا به اعتراف کلیه محققان، مورخان، اندیشمندان، صاحب نظران، فقط یک قسمت بسیار کوچکی از آن، چون گفتیم یشتها و یسناها و وندیداد و ویسپرد و خرده اوستا، این 5 قسمت تشکیل دهنده اوستا هستند. در میان همه اینها بخشای از یسناها که به نام گاتها معروف است، اونها رو میشه به یک اعتمادی و یک اعتباری با یک درصد بالایی بیانات خود زردشت دانست. یعنی چیزی در حد 1/25 کل اوستایی که امروز در دست ما هست. بقیهش محل تأمل، بلکه مال زردشت نبودنش کفش چربش میکنه و سنگینی داره. اما در همین یسناها و در همون قسمت هایی که به نام گاتا از یسنا معروف هستند، خب خیلی از امور رو انسان میتواند دریابد. یک کلمه رو در این آیین شما میتوانید بیابید به نام سوشیانس یا سوشیانت یا ساوشیانس یا ساوشیانت. اینا تلفظ های مختلف است. بر حسب بررسی که پور داوود کرده، کلمه سوشیانت یا سوشیانس به معنا سود رساننده هست. برخی از محققین زردشتی اعتقادشون بر این است که تمام اندیشمندانی که آمدند و بشر را از بیراهه به سوی راه بردند، اینا سوشیانت یا سوشیانس بودند. در واقع مثل خود کلمه زردشت که یک نام خاص نیست و علم نیست بلکه یک نام عام هست، کلمه سوشیانس هم یک چنین سرنوشتی را می دارد. یعنی آن که راجع به شخص خاصی نیست، تمام نجات دهندگان بشریت از شنگال نادانی، از شنگال ستم، از شنگال زیان و از شنگال ضرر، اینان سوشیانت ها یا سوشیانس ها هستند. خود زردشت هم یکی از همین هاست، منتها در رأس همه سوشیانت ها خود زردشت قرار گرفته.
این یک اعتقادی است و باوری است که این آقای دکتر فرهنگ مهری که ما از کتابش زیاد در این مجالسمون استفاده کردیم به نام دیدی نو از دینی کهن فلسفه زرتشت دربارش اینجوری صحبت میکنه. لذا او به عنوان شخص خاصی که حالا قرار بیاد در یک زمان خاصی هم قرار بیاد یه سری کارایی هم انجام بده، به این معنا معتقد نیست. و جلسه پیش هم خاطرتون هست که ما عرض کردیم ایشون عنوان سخنش این است که اصلا آیین زردشت به درد همه زمانها میخوره. زردشت پیغمبر همه زمانی بوده، آیین اون موردی نبوده، بنابراین تکلیف خودشو با این ترتیب روشن کرد و خیالش هم راحت کرد که اصلا نیازی با بعد از زردشت به هیچ کس دیگری نداریم. البته این کلام خود ایشون بود، وگرنه دیگران در این زمینه با او همراه نیستن. حداقل 3-4 مورد براتون خوندیم، مخصوصا این کلمه رو یادتون نره. موبد رستم شهزادی که این آدم فوق العاده آدم بالایی بود، عرض کردم من او رو بارها دیده بودم، هم در آتش کرده هم در منزل خودش، آدم با سوادی بود و با انصاف هم بود. انصافش این که 2 سال پیشم به رحمت خدا رفت. البته شاید گفتم در طول قرون کسی مثل شهزادی برای زردشتیا به وجود نیاید، یه همچه آدمی بود به هر صورت، نه با انصاف بود. او معتقده که نه، پیغمبرانی بعد از زردشت خواهند اومد. اصلا این کلمه پیغمبر رو هم به کار میزنند، پیغمبرانی بعد از زردشت حتما خواهند آمد. او اینجور وای نستده که حالا زردشت آخرین پیغمبر است و آیینش هم آخرین آیینه. به هر حال در این زمینه هم یک سری کلیات وجود داره. اون کلیات مورد اشتراک همه محققان هست. این کلمه هست در گاتها آمده، در جاهای مختلفش هم آمده. منتها کلمه سوشیانت یا سوشیانت اگر کلمه عامی هم باشد، که در این که کلمه عامی هم باشد محل تأمله، علاوه بر این که در گاتها کلمه سوشیانس آمده، چیز دیگری هم آمده، کلمه سوشیانس پیروزگر هم آمده. یعنی اگر ما بپذیریم که سوشیانس یا سوشیانس به هر مسلحی گفته می شود، در آیین زردشت یک کلمه دیگری هم علاوه بر سوشیانس مطلق به کار رفته، سوشیانس پیروزگر. خب این کلیاتی است که ظهور خواهد کرد به هر حال و خود زردشتیان دعاهایی دارن میخونن الان، چیزی شبیه دعای ندبه‌ای که ما میخونیم تقریبا بلا تشبیه، برای اینکه سوشیانس پیروزگر زودتر بیاد. یعنی همونی که ما راجع به حضرت ولی از ارواحنا فدا میخونیم و اعتقادمون و باورمون هست و امیدواریمون هم که اینه که زودتر تشریف بیاره، اونا هم یه همچین امیدواری دارن که سوشیانس پیروزگر زودتر بلند بیاد. لذا درود هم میفرستن بر تمام مصلحان، از کیومرث بگیر تا سوشیانس پیروزگر. این کلمه پیروزگر باید در نظرتون باشه. اگر یه وقت مواجه شدید با این کلمه سوشیانس، یک کلمه عامه به هر مصلحی گفته میشه، اگر قبولم کنیم این مطلب اینجوری هم هست، اما دیگه سوشیانس پیروزگر کلمه عام نیست، یه فرد خاصی است که کارهای خاصی هم قرار انجام بده. در افسانه ها و در کتابایی که نظر زردشتیان شاید خیلی قرص نباشه، مثل بندهش یا بندهش، نه، یه کتابی است اونجا بحث‌های دیگری هم مطرح شده. نظرتون رو به این کتاب من جلب میکنم به نام سوشیانس. این کتاب سوشیانس یا موعود مزدیسنا، این یک سخنرانی است که پور داوود ایراد کرده، مال خیلی سال پیشه، شاید حدود نطقی است در ماه ژوئیه 1927 که الان 2004 هست، در واقع خیلی قبل میشه، یعنی 70 و مثلا 70 سال پیش این نطق رو ایراد کرده. البته باز در جلسات اولیه براتون عرض کردیم که در میان محققینی که درباره زردشت تحقیق کردن، باز کمتر محققی است به اندازه پور داوود به گردن زردشتی ها حق داشته باشه. یعنی راستی اصلا زردشتیگری رو او زنده کرد. این 2 تا علت هم داشت. یه جهتش این بود که به علت این که میگفت من ایرانی هستم، البته از ایران رفت بیرون، در خارج زندگی میکرد،
من ایرانی هستم و اون ارق ایرانیت را که باید پیغمبر ایرانی را بپذیریم و زرتشت هم پیغمبر ایرانی بوده است، اینو در خودش به شدت دارا بوده. نکته دوم نفرت فوق‌العاده‌ای است که این آدم از عربا داشته و این نفرت رو شما در تمام آثار پور داوود به شدت هرچه تمامتر میبینید. همون افسانه‌ای که بر مطهری رحمت الله علیه در کتاب خدمات متقابلش پرداخته و خیلی خوب بررسی کرده، عربا آمدند و چه کردند و چه کردند و چه کردند و چه کردند، در تمام کتاباش متعرض این مطلب میشه. لذا تحقیق ابراهیم پور داوود درباره زرتشت نشأت از دو تا مطلب داره. یک مطلب ارق ایرانیت شه که زرتشت پیغمبر ایرانی بوده، منم ایرانی هستم. علت دوم نفرت فوق‌العاده است که او از عربا داشته. البته خودتون هم این مطلب رو میدونید و نیازی به توضیح و تبیین نیست. از عرب ها نفرت داشتن یک بحثی است و از اسلام نفرت داشتن بحث دیگری است، زیرا این اسلام هرگز با عرب پیوند نخورده. یعنی یک کسی بیاد مبنای بررسی های تحقیقیش رو در زمینه اسلام بر روی کارهای عربا بذاره، مثل کسی بخواد تحقیق در مورد مسیحیت بکنه، اون وقت بیاد کارهای آمریکا رو مثلا بسازه یا آمریکاییان رو بذاره به حساب مسیحیت. این دو تا مقوله است. درست اون ادعا میکنن که مسیحی هستن، اما قضیه دو تا قضیه است. یه سری رفتارها و کردارهایی است که افرادی که خود رو منتسب به دین میدونن دارن، یک سری واقعیات او دین هست. این دو تا مسئله است. یعنی اگر هم فرض کنیم که حرفای پور داوود هم صحیح باشه، قضیه پیوند زدن عرب ها به اسلام یک پیوند نامربوطی است و هرگز میوه‌ای نخواهد داد. عربا بحث دیگری دارن، کاراشون بحث دیگری داره. خود این عربها با خانواده پیغمبر خیلی کارا کردن، جفاها بر خانواده پیغمبر کردن، پیغمبری که براشون همین دین رو آورده بوده. این نمیشه دین گذاشتش به هر حال. مجموعه صحبت این میشه. ایشون در این نطقش یه بحثی رو کرده، از کتاب بندهش یا بندهشت هم علاوه بر یسنها و گاتا استفاده میکنه. او میگوید بنابر اعتقاد زردشتیان ما 4 تا 3000 برای دنیا باید قائل باشیم. البته بعد خودش توضیح میده که این 4 تا 3000 یعنی 3000 سال واقعا یک عدد واقعی است یا نه عدد فرضی است. اوش بحث میکنه، من رو بحث نمیخوام بحث بکنم. یک 3000 ساله اول خلقت داشتیم که در این 3000 ساله اول اهورا مزدا وجود مینوی یا روحانی موجودات رو آفریده و خلق کرده. خیلی خوب. یه 3000 سال بعدی هست که در این 3000 سال بعدی اهورا مزدا در واقع جهان هستی را به صورت مادیش خلق کرده. پس یک صورت معنوی داشته اول، در 3000 بعدی صورت مادی جهان هستی رو خلقش کرده. جهان به آرامش بود تا در 3000 سوم اهریمن شروع کرد فعالیت کردن. حالا اهریمن از کجا پیدا میشه و چگونه اجازه فعالیت پیدا میکنین؟ بحثش ما قبلا هم کردیم، همون بحث دوگانه پرستی یا یگانه پرستی، توحید یا ثنویت در زرتشتیگری است که تکرار اون بحثا رو نمیخوایم بکنیم. اون وقت در ابتدای 3004 پیغمبری به نام اشوزرتشت این قیام میکند، یعنی حضرت زرتشت این قیام میکنه با تعالیم خودش علیه اهرمن، در واقع موضع گیری میکند. اون وقت اینجا این افسانه به این صورته که آقای پور داوود هم متعرض کل این حرفا شده، اینجا هیچ هم نقد نکرده، یعنی به صورت اموری ذکرش کرده که این امور در واقع واقعیت‌های مسلمه است که در زرتشتیگری پذیرفته شده است. بازم عرض میکنم شما اگر با 100 تا زرتشتی برخورد بکنید، با 1000 تا زرتشتی برخورد بکنید، 999 تا زرتشتی نسبت با آیینی که باید بهش معتقد باشن بی اطلاع صرفن. این کارو من کردم، نکرده باشم.
بی اطلاع صرفا. لذا پور داوودی که عمرشو در راه تحقیق درباره زردشت و اوستا میگذراند بسیار به اینا کمک کرده. فردی فوق‌العاده وارد تو زمینهای تحقیقاتیش. اون میگه باید بپذیریم این امور رو که به هر حال در ابتدای هزاره چهارم اشوزردشت ظهور میکنه. بعد هم اهورامزدا ارادش بر این تعلق میگیره که مقداری از نطفه ها یا اسپرماتوزوید جناب زردشت رو بگیره و بعد ببرد در میان دریاچه‌ای که او دریاچه حدود سیستان ماست الان. اونجا این نطفه ها را توسط فروهران، توسط امشاسپندان یعنی فرشتگان، اونجا نیگر داره که دست اهریمن بدگوهر بدنهاد به این نطفه ها نرسه فاسدش بکنه. نیگر داره در طول 10,000 سال اینا اونجا بمانند. یه قومی هستند که در همون حوالی زندگانی میکنن. اینها قومی هستند خداپرست. وقتی که زردشت ظهور میکنه و کارش تمام میشود در هزاره بعدی بعد از ظهور زردشت، یکی از دختر خانومایی که تو اون قوم زندگانی میکند که این قوم نزدیک همین دریاچه هستن، اینا به دستور پدرانشون سالی یه بار میرن داخل دریاچه خودشونو بشویند. اینا حرفای ایناست دارم عرض میکنم براتون، بشویند. لذا در هزاره بعد از ظهور زرتشت یکی از این دوشیزگان که 15 سال هم بیشتر نیست، 15 سالش هم هست، اون میره در داخل این دریاچه و یک دونه از نطفه های زردشتی که حالا باقی مونده امشاسپندان نگرش داشتن وارد بدن این میشه. در واقع باکره است که از مسیر نطفه زردشت بارور میشود. وقتی بارور میشه و حامله میشه، اون وقت یک بچه به دنیا میآورد به نام هوشیدر. این بچه زردشته. این هوشیدر کارش چیه؟ این هوشیدر کارش نبرد با بیدینی، با نابرابری، با ظلم، با فساد و این گونه اموره. پس اولین کسی که از فرزندان زرتشت او ظهور میکنه در هزاره بعد از ظهور زرتشت یه شخصی است که لقب هوشیدر یا در هوش به او داده شده. این ماجرا میگذرد تا هزاره بعدی میخواد شروع بشه، یعنی هزاره 12 مثلا فرض بفرمایید، بازم یه همچی اتفاقی میفته. خب تا مدتی که هوشیدر هست میجنگه، نبرد میکنه با تباهی و سیاهی و با انحراف و گناه. خب جهان خرمی است و جهان خوشی است. اما اون زمانی که هوشیدر میرود چندی بیشتر نمیگذره که مجدد جهان به تباهی و سیاهی چه میکنه؟ برمیگرده. پس در ابتدای هزاره 12 اونجا باز یه دوشیزه 15 سالی از همون قومی که در اونجا نزدیک دریاچه که در نزدیک زائد سیستان است زندگانی میکنن، یکی از اون دخترها باز میره برای آبتنی. باز امشاسپندان و نگهبانان نطفه های زردشت پیغمبر یک دو نطفه رو وارد بدن میکنن. این حامله میشود. وقتی به دنیا میآورد فرزندی را به دنیا میآورد که اسمش میشود هوشیدر ماه. پس او فرزند اول، فرزند زردشت به نام هوشیدر، این فرزند دوم به نام چی؟ بازم فرزند زردشت البته به نام هوشیدر ماه. البته تعداد فرشتگان و امشاسپندانی که این نطفه های زردشت رو نگاهش میدارن 99,999 تا فرشته است. این هم ذکر کردن در بندهش، همش ذکر شده. 99,999 تا فرشته این نطفه رو نگه می‌دارن. باز همین ماجرا تکرار می شود و مجددا جهان روی آرامش، آبادانی، داد، عدل، فراوانی به خودش خواهد دید تا باز او از دنیا میره. در انتهای هزاره 12 یعنی در آخر جهان، چون عرض کردیم بنابراین اعتقاد تمام دوران خلقت شد چقدر؟ شد 12,000 سال. در انتهای اون هزاره 12
که جهان رو سراسر سیاهی و تیرگی و تباهی گرفته، باز یه همچین اتفاقی میافتد. مجددا دختر 15 ساله آبستن می شود از همون قوم خداپرست، یکتاپرست و اهورامزداپرست، و حاملگی او به کی خواهد بود؟ به یک کسی خواهد بود که بهش میگن سوشیانس. در واقع سوشیانس فرزند زردشته، از نطفه خود زردشت هم درست شده. اون وقت باز یه سری حرفایی به این مطلب اضافه می شود. به هنگام ظهور هوشیدر، خورشید در آسمان 10 روز درنگ میکنه. 10 روز این نشانه است برای ظهور هوشیدر. به هنگام ظهور و بروز هوشیدر ما، خورشید 20 روز در آسمان درنگ میکنه. و به هنگام ظهور و بروز این فرزند سومین و در واقع نجات دهنده کل بشر که سوشیانس پیروزگر باشد به تعبیر دگر، این خورشید مدت 30 روز در آسمان درنگ میکنه. خب بعد این بزرگوار ظهور میکنه و جهان را به نور عدالت و دادگری مزین و منور خواهد کرد و به نور توحید و یکتاپرستی. این حرفایی که شما کتابا رو همه بریزین رو هم دیگه، ازش در میارید بیرون. یعنی این کلیات مورد قبول تمام زردشتی عالمه، اگر به این کتابا البته معتقد باشن. چون خیلی از مسلمان ها هستن اسمشون مسلمان ها و به قرآنش معتقد ندارن، میگن حالا ولش، گفته. اگر زردشتی معتقد به این کتابا باشه، باید این اعتقاد رو هم داشته باشه که سرانجام کار جهان چه خواهد شد؟ سرانجام کار جهان به خیر و صلاح خواهد بود. اون یک نبردی است بین انگر معینو که براتون گفتیم، دو گوهر همزادی که خدا در وجود انسان قرار داده، و سپنتا معینیو، این را بحثش قبلا کرده بودیم ما. این نبرد دائمی را خدای متعال اهورامزدا به وسیله ظهور و اجازه ظهور سوشیانس پیروزگر به نفع سپنتا مینیو و به زیان و نابودی انگر مینیو تمامش میکنه. حالا بعد از ظهور سوشیانس پیروزگر چه اتفاقی میفته؟ پور داوود میگوید بعد از ظهور او و جهان رو به عدالت کشیدن دیگه چی خواهد شد؟ دیگر کلن جهان از بین خواهد رفت و جهان آخرتی و معادی شروع خواهد شد. این ماجرا مورد قبول همه ایناست. اما موارد افتراقی و اختلافی هموناست خدمتتون گفتیم، حالا هم تکرارش میکنیم. موارد اختلافی و افتراقی در این است که اصلا سوشیانس یا سوشیانت یا سئوشیانس یا سئوشیانت که معنای همه سودرسان هست، آیا این یک لقب عام است یا اطلاق بر شخص خاصی داره؟ اینجا اختلافات شروع میشه. اما ما عرض کردیم فرض رو بر این بذاریم که شخص سوشیانس وجود نداشته باشه، لقب عامی باشه، اما سوشیانس پیروزگر و آن کسی که قراره به ظهورش جهان رو به عدالت مطلقه بکشانه و از شر ستم و از شر انحراف نجات بده و از شر فساد نجات بده از جهان رو، او حتما یک نام و لقب خاصی خواهد بود. سوشیانس پیروزگر در جاهای مختلف یسنای اوستا و از جمله مهمترین قسمت‌های یسناها که گاتا باشند نسبت به او توجه فراوان شده و او رو نام بردن و عنوانش کردن و ذکرش کردن. اونم که براتون عرض کردیم یه مطلبی نیست از خودم گفته باشم، من عین این عبارت رو از 2 لب موبد رستم شهزادی، موبدان زردشتی، من خودم شنیدم. هم از او شنیدم، هم از موبد آتشکده یزد آقای فرخانی، اونم موبد اونجا بود. هر دوشون چنین مطلبی گفتن، منتها البته حرف شهزادی بسیار بسیار متین‌تر و بسیار بسیار قابل توجه تر بود. شهزادی گفت بله ما منتظر ظهور او هستیم و برای سرعت در ظهور او ما مرتب دعا میخوانیم. اصلا یه دعایی داریم به نام دعای زود آمدن سوشیانس. این ماجرای سوشیانس و عاقبت جهان در آیین زردشته.
یه سری از این اموری که عنوان شد با مسائل مورد اعتقاد مسلمان‌های عالم با همدیگه منطبقه. خب برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام حالا چه شیعیان باشن و بگوین آن حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکریه و الان هم زنده است، تو همین کره زمین هم داره زندگانی میکنه. اگر یه وقتی پیدا کردیم از این بحثا فراغتی پیدا کردیم درباره اون بزرگوار براتون مفصل باید سخن بگیم که این شناخت نسبت به حجت زمان و امام عصر باید برای همه ما وجود داشته باشه که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتة الجاهلیه. این شناخت نسبت به حجت زمانه باید برای همه ما باشه. به هر حال چه اعتقاد شیعیان در این زمینه باشد، یعنی مهدی از نرجس خاتون سلام الله علیها و از امام حسن عسکری است و 255 هم به دنیا آمده و الان هم زنده است و تو همین کره خاکی داره زندگانی میکنه. وجودش هم سراسر خیر است و برکت، وجودش سراسر خیر و برکته. هر وقت هم ظهور کنه که البته اون برنامه کلی رو که همه ادیان بهش وعده دادن عملی خواهد فرمود انشاءالله. چه اعتقاد اهل سنت و جماعت باشه، اهل سنت و جماعت هم معتقدند یک شخصی که لقبش مهدی است، البته فرزند پیغمبره و فرزند حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها است. او به دنیا می آید، به دنیا حالا نیامده، به دنیا خواهد آمد در آخر الزمان. این اعتقادم برگرفته از کتاب‌های مختلفه اهل سنت و جماعت که 6 تا صحیحش من در خونه خودم دارم، یعنی صحاح سته معتبر سنی‌ها رو من در منزلم دارم، مسلم و بخاری و احمد حنبل و ابن ماجه و عرض کنم که نسائی و او یکی دیگری که علی رفتش. این 6 تا کتاب در حداقل ابن ماجه و ترمذی که دم رفته بود، ترمذی و ابن ماجه این دوتا احادیث فراوانی را درباره شخص مهدی از پیغمبر اکرم نقل میکنن که او به دنیا می آید. البته اعتقاد غالب سنی همینه که او هنوز به دنیا نیامده، نه اینکه منکر قیامش باشن، منکر تولدش هستن، اونم به علت کتاباشونه. البته همینجا هم برای دوزی بدیم در میان بزرگان سنی 20 نفرشون من پیدا کردم، حداقل 20 تاشونو که اینا میگن مهدی به دنیا آمده. درست اعتقاد شیعه رو دارن. 255 هم میگن، در سامراش هم میگن، خونه امام حسن عسکریش هم میگن، باباش هم امام حسن عسکری گفتن، مادرش هم نرجس خاتون هم گفتن. 20 از مورخین بزرگشون که هر کی خواست میتونم بهش آدرس بدم که در کدوم کتابا نقل کردن که او به دنیا آمده. به هر حال این قضیه که مهدی ظهور میکند یه چیزی شبیه این در زردشتیگری هست، نه در اونجا هست بلکه در آیین یهود هم هست، نه در اونجا هست، در آیین عیسی مسیح علیه السلام هست. یه صلوات به حضرت بفرمایید. یه لیوان قشنگ آب به ما بدن بخوریم. این ماجرا هست، یعنی آن که اینها هم معتقدن سوشیانس بیاد، سوشیانس پیروزگر هم باید بیاد بالاخره تمام کنه کار رو، قال به اصطلاح بکنه. یهودی هم منتظر هستن بنابر کتاب‌های مختلفی که ما در ضمن کتاب‌های تورات داریم می‌بینیم، یعنی علاوه بر اسفار 5 توراتی در کتاب‌های ملحقه و منضمه به تورات این مطلب به سادگی و صراحت هرچه تمام‌دار آمده. حتی گفته اون که قرار بیاد کی هست اصلا. در آیین عیسی مسیح علیه السلام هم که ما در بحث مسیحیت نرسیدیم بحثو بکنیم براتون، البته در خیلی جاهاش بحث از آمدن مجدد عیسی مسیح به میان آمده. مثلا در اعمال رسولان مقصد در اعمال رسولان در اونجا عیسی مسیح وقتی از قبر بلند میشه بنا به اعتقاد مسیحیان که اصلا نظر ما به قبرم نرفت، در قبر میمونه و بلند میشه، بعد حواریون ایستادن داشتن نگاه میکردن، عیسی مسیح رو دیدن، فرشتگان گفتن که عیسی مسیح رو به طرف آسمان میبریم، به زودی پایین خواهد آمد عیسی مسیح، همان گونه‌ای که الان دیدی که داره بالا میره. و ما هم در روایات اسلامی داریم که حضرت عیسی مسیح علیه السلام
به گاه ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه خواهد آمد و پشت سر مهدی علیه السلام نماز خواهد خواند. به هر حال حالا اگه بخوایم یه مقدار از این منابع در مورد مسئله سوشیانس رو براتون بخونیم، این کتاب نکنه زردشت و آموزش های او، باز از رستم شهزادی موبد، رستم شهزادی که خدمتتون توضیح دادم که ایشون کی است. میگه شکایت بر علیه سلطه‌گران و قوانین ضعیف کش فعلی جهان مدام به گوش میرسد و غم و غصه و ناله و شیون مردم حتی رساتر و بیشتر از پیش بلند است و مدام چشم امید بشر در پی ظهور نجات بخشی است که همه پیام آوران وعده ظهور او را داده اند. در صفحه 128 این کتاب که از یسنا نقل می کند، این از قول حضرت زردشت: ای مزدا سپیده دم امید کی به در آید. این آرزو و تمنای حضرت زردشته، داره با خدا سخن میگه. ای مزدا سپیده دم امید کی به در آید و جنس بشر چه وقت به سوی راستی و نیکی روی کند. کی نجات دهنده بزرگ، این همون سوشیانس پیروزگره، کی نجات دهنده بزرگ با گفتار پر از حکمت خیش به مراد برسد و من امیدوارم چون این کار بزرگی را انجام دهد. باز از آقای پورداوود این کتاب یشتاست، کتاب دانشگاهی هم مثلا بود، یک قسمت از اوستاست، یک تیکش براتون بخونم. در صفحه 299 این کتاب در ذیل کلمه سوشیانت باز هم، یعنی این کلمه را عیناً به کار برده ایشون، موعودهای زرتشتی از کنار همین دریاچه‌ای که به نام کیانسی، البته اسم دریاچه است، از کنار همین دریاچه ظهور خواهند کرد. در فقره 62 فروردین 8 آمده که 99,999 فروهرهای نیک و توانای پارسایان نطفه اسپندمان زردشت پاک را پاسبانی می کنند. لابد این فروهرها از برای پاسبانی نسل آینده پیغمبر به دریاچه هامون، اون دریاچه این میگه دریاچه هامون، البته نام دیگری است که الان بالا گفتیم، ایشون میگه منطبق بر دریاچه هامون در سیستانه، گماشته شدن، زیرا بنا به تفسیری که در کتب پهلوی مندرج است، ایزد نریوسنگ نطفه پیغمبر را به فرشته آب ناهید سپرد تا نگهداری کند. گذشته از کتب پهلوی مکررا در خود اوستا کنس اویه یا هامون محل ظهور سوشیان خوانده شده، آخرین موعود مزد یسنا. این فراوان دی مطلب گفته، وقتمون انقدر با همش بخونیم خیلی طول میکشه. به هر حال همون که عرض کردم خلاصش اینه، آخرین موعودی که زردشت بشارت داده به آمدنش شخصی است به نام سوشیانس پیروزگر که ظاهر بشود و جهان را به نور عدالت و نور نعمت و نور توحید قبل از همه اینها روشن کند. اما برای که این نظر رو هم بدانید بد نیست، دکتر فرهنگ مهر این عبارات براتون بخونیم. در صفحه 106 این کتاب دیدی نو از دینی کهن، ذیل کلمه سوشیانت میگه: سوشیانت آنگونه که در گاتها آمده است نام ویژه‌ای نیست و شخص معینی نمی باشد. در کتاب مقدس سوشیانس به صورت اسم عام به معنای هر نجات دهنده یا پیشرفت دهنده و یا گروهی از اشوان به صورت مفرد و اسم جمع به کار رفته است. بنابراین در دین زرتشت نجات دهندگان زیادی پیش بینی می شوند که البته اشو زرتشت، اشو هم هست معناش یعنی حضرت، برجسته ترین نجات دهنده است. او کسی است که به سبب شایستگیش از سوی اهورامزدا برای نجات بشر برگزیده شد. این یک توجیه به ما لایرزا صاحب است، میگه زردشت بوده
اون سوشیانت بزرگ خود زردشته، در حالی که شما دیدید که زردشت وقت داره با خدای متعال صحبت میکنه از آینده داره صحبت میکنه که آن مصلح کل کی خواهد آمد. وقتی زردشت داره راجع به آینده بحث میکنه که قرار اون مصلح کل و اون پیروزگر مطلق در آینده بیاید، قطعا هر بچه‌ای خواهد فهمید که مراد از این کلمات خود زردشت نمیتواند باشد. این وقت به خلاصه تو این زمینه به نظر میاد که اعمال سلیقه شخصی کرده باشه. باز کتاب گاتها یا سرود آسمانی زرتشت، باز موبدی به نام فیروز آذرگوشه است. عرض کردیم خدمتتون در میان قسمت‌های مختلف اوستا اون که اینها میگن که میتوان صحتش رو به زردشت تقریبا تضمین کرد، هم این کتاب گاتهاست. خب در صفحه 16 این کتاب این گونه آمده: در هر دوره از زمان که بیدینی و بی ایمانی، فسق و فجور، دزدی، دروغ، فساد، جنایت، قتل و غارت، بیداد، ستم، حق کشی و زورگویی عرصه را بر مردم تنگ کند، در چنین موقعی سوشیانت یا نجات دهنده و رهایی بخش ظهور خواهد کرد. این عبارات رو نگاه کنید، ظهور خواهد کرد. بس این که ظهور کرده است نیست، خود زردشت او شخص نیست. میگن ما منتظر آینده هستیم تا او چه بکنه؟ تا او ظهور بکند. وقتی ظهور بکنه چه میکنه؟ تا مردم را از بدبختی و بیچارگی نجات بخشد. سوشیانت ها جهان را تازه خواهند کرد. اینا همش به عبارت آینده است. و تحولاتی پدید خواهند آورد و داد و انصاف و راستی و درستی و نیکی و خوبی و آشتی و آرامش در جهان مستقر خواهند ساخت. از این گونه سوشیانت ها یا سود رساننده ها و رستگاری بخش ها بارها آمدن و باز هم خواهند آمد. این باز هم خواهند آمدش جوابی است با آقای دکتر چی؟ با آقای تو فرهنگمر که تو گفتی آمد و تموم شد رفت، دین زردشت دین ابدی است، دیگه قانون نخواهد اومد. ایشون که موبد آذرگوشه است باشه، درست مقابل شما فرمودن که از این نمونات آینده هم فت و فراوون خواهند آمد. سوشیانت ها برای پیشبرد جهان به سوی تکامل و رسایی و تازه گردانیدن آن از لحاظ تحول و دگرگونی به سود جامعه رنج دیده و مصیبت کشیده و پیشرفت مردم به سوی آبادانی و کمال انسانیت هر چند وقت یک بار ظهور کرده و می کنند، مخصوصا در مواقع بحرانی که خدمات آنها بسیار چشمگیر خواهد بود. باز این دیگه بیان خود زردشته: به راستی سوشیانت ها و رهانندگان گیتی از دانش و بینش برخوردار بوده، وظیفه خود را با الهام از منش پاک انجام خواهند داد. من خودم نیستم، پس آنها کردارشان از راستی و پاکی سرچشمه گرفته با آموزش های تو ای مزدا هماهنگی دارد. آنان به درستی از بین برندگان خشم و نفرت و پدید آورندگان مهر و آشتی می باشند. باز صفحه 107: به راستی بدکاران و تبهکاران، این سرانجام جهانه، سرانجام فریب خورده و مورد ریشخند مردم قرار گرفته خود را سرزنش خواهند کرد. بشود که در پرتو رهبری درست کردار و شهریاری دادگر زنان و مردان در دودمان خیش و در روستاها از آرامش و آسایش و صلح و آشتی برخوردار گردند. بشود که ریا و فریب کاری که چون زنجیر انسان را به تباهی میکشاند از پهنه گیتی برانداخته شود. بشود که خداوند یکتا و بزرگتر از همه به زودی به سوی ما آید. اینا همش در حد دعاست، یعنی آینده این کار ما آرزو داریم که بشود. به هر حال بخوایم بخونیم خیلی زیاده. اینم اوستای هاشم رضیه، توش خیلی مطلب راجع به سوشیانت آمده. سوشیانت پیروزگر به خصوص در اینجا خیلی راجع بهش صحبت شده که این در آینده قراره بیاد، این همه کارا رو انجام خواهد داد. اینا یه حرفای قابل قبوله. حالا این با در
کلام و در لفظش و در لغتش با همدیگه اختلاف نداریم، در ماهیت ماجرا با همدیگه شریکیم. انشاءالله اون موعودی که قرار ظهور کنه به اذن خدای سبحان، همه ادیان مژده آمدنش رو دادند. آیین مقدس ما هم همانند دیگر ادیان، اما مشخصتر، واضحتر و برجسته تر و در آیات فراوان کتاب مقدس خدا قرآن کریم وعده و مژده آمدن این روز و همه انسانهای حق‌اندیش و همه انسانهای خواهان عدالت و دادگری بشارتها فت و فراوونه. وعد الله الذین آمنوا منکم، این بشارت سوره مبارکه نور آیه 55. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. قرآن کریم بشارت و مژده نسبت به آینده خواهد داد، دارد میدهد. در آینده مطلب واقع خواهد شد، انسانها بخواهند نخواهند، قلدران بخواهند نخواهند، ابر جنایتکاران عالم مثل آمریکا بخواهد یا نخواهد، دنیا این روز رو به خودش خواهد دید. چه روزی خواهد بود؟ اون روزی که مؤمنان به پروردگار یکتا و دارندگان اعمال شایسته در روی زمین خلافت کنند انشاءالله. لیستخلفنهم داره، اون لام تاکید سر فعل مضارع آمده، نونم نون تاکید ثقیله است آخر فعل مضارع آمده، دیگه تاکید رو خیلی قرص‌ترش کرده. این کار خواهد شد، توجه کردید؟ لیستخلفنهم فی الارض. کما اینکه خدای متعال میفرماید ما افرادی رو قبل از این ماجرا از مؤمنان و دارندگان اعمال صالحه در روی زمین خلافت بخشیدیم. بعد چی میشه؟ و دین پسندیده خدا را، اون دینی که پسند خداست، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این در قدیر خم نازل می شود به سال 10 هجری. اون دینی که اسلامی است که در خانه علی ابن ابی طالب و صدیقه کبری فاطمه زهرا برون آید و از در خانه فرزندان این دو پاک برون آید. خدا از این دین راضی است. روزی خواهد رسید که این دین رو خدا بر همه ادیان برتری و پیروزی عنایت خواهد فرمود. اون روز خواهد آمد که افرادی که در این زمان غیبت مهدی در خوف و ترس و وحشت و هراسند، خدای متعال این خوف و ترس و هراس را به امنیت و آرامش خاطر مبدل خواهد نمود. در آن روز فقط و فقط خدای و الله پرستیده شود و به هیچ وجه به او شرک آورده نشود. پس این مژده، این نوید، این بشارتی است که قرآن مقدس نسبت به آینده جهان میدهد و بعدم روایات فراوان و دیگر آیاتی که الان گنجایش زمان ما نیست که بخوایم همشو مطرح بکنیم. این حرف هم که زده شد چیزهایی به هر حال از زبان زردشت پیغمبر نسبت به آینده جهان، ولو به لفظ دیگری، به لفظ سوشیانس یا سوشیانس پیروزگر در آثاری که منسوب به زردشت آمده. ولی به هر حال امیدواریم که خدای متعال هرچه زودتر فرج این بزرگوار رو خودش مقدر بفرماید و این اعیاد رو بر ما به وسیله ظهور او مبارکتر بفرماید انشاءالله. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.